سلام خدمت دوستان و دوستداران برنامه توپ تاک. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اشکان هستم. سلام خدمت بینندگان عزیز توپ تاک. جوبین هستم. اولین برنامه‌مونه که من و جوبین از هم جدا ضبط می‌کنیم. برنامه رو دور اول مسابقات چمپیونز لیگ 2025 2026 تقریبا با کلاس ترین و با کیفیت ترین رقابت‌های فوتبال دنیا. یه سری بازی‌ها رو من براتون توضیح میدم، بازی مهم البته، و یه سری بازی‌ها هم جوبین. بازی اول که خیلی مهم بود بازی آرسنال بود و اتلتیکو بیلبائو. آرسنال که خب لیگ برتر خیلی خوب شروع کرده بود و فقط یه باخت، اونم شانسی، جلوی لیورپول داشت. تو این بازی اونقدر نتونست خیلی آنفایر خفن باشه، اونقدر که تو لیگ برتر انگلیس بود. و بازیکن‌های اصلیش مثل ویکتور گیوکرس و ازه که در ترکیب اصلی تیم بودن اونقدر نتونستن کارو در بیارن، جوری که آرتتا تعویض داشت و تروسار و مارتینلی رو به بازی آورد جای این دوتا بازیکن و همین دوتا بازیکن کارو براش در آوردن. یعنی گل اول و مارتینلی زد روی پاس گل تروسار دقیقه 72 و عکس این موضوع یعنی دقیقه 87 تروسار گل زد روی پاس گل مارتینلی. واقعا آرسنال نشون داد که این فصل نیمکت خیلی خفنی هم داره، یعنی هم برای چمپیونز لیگ خط نشون کشید، هم برای لیگ برتر. ما که واقعا این تیمو خیلی دوست داریم، خیلی امیدواریم که امسال خبرهای خیلی خوبی از آرسنال بشنویم. و بازی میگم نسبتا خوبی بود، مخصوصا از زمانی که تعویض کرد آرتتا و بازی اول و 2-0 تونست ببره، قدم اولش رو خوب برد. بریم سراغ یکی از سکسی ترین بازی‌های این هفته چمپیونز لیگ. هفته اول طرفداران یوونتوس چه حالی کردن. اون بازی با اینترشون توی سری ها که صحبت کردیم توی برنامه پیش که تونستن یه کامبک بزنن و 4-3 دقیقه آخر ببرن. توی چمپیونز لیگ هم خیلی اوضاعشون باحال بود. یه بازی خیلی دراماتیکی داشتن با دورتموند توی زمین دورتموند که خب نیمه اول زیاد خبری توی بازی نبودش. دقیقه 53 کریم آدایمی گل اول زد. از اون طرف کنان ییلدیز که صحبت کردیم توی برنامه قبل راجبش تونست بازی رو 1-1 کنن. دقیقه 65 فلیکس از دورتموند رو پاس کریم آدایمی تونست گل دوم رو بزنه، بازی 2-1 شد. ولاهویچ تونست بازی رو دقیقه 67، یعنی بعد از که سری گل زدن سری گل خوردن، بازی 2-2 شد. گلای بعدی دورتموند هم دقیقه 74 و 86 زده شد و بازی 4-2 بود و دیگه خیالشون دورتموندی از برد راحت بود که اتفاق دراماتیک افتاد. 2 تا گل تو دقیقه 94 و 96 از بازیکن یوونتوس باعث شد بازی 4-4 بشه. واقعا بازی جذابی بود. من میگم جذابترین بازی هفته بازی یوونتوس و دورتموند بود. خیلی من این بازی رو دوست داشتم و واقعا متاسفم واسه هر کسی که این بازی رو ندیدش. واقعا بازی جذابی بود. بازی مهم بعدی باز از یه تیم لیگ برتری، تاتنهام جلوی ویارئال، جلوی تیم لالیگایی و بازم برتری خفیف تیم لیگ برتری. تاتنهام با مربیگری فرانک دانمارکی بعد از 3 کلینشیت پیاپی و برد، 4مین بردش با کلینشیت رو به دست آورد. دقیقه 4 لوئیس جونیور بازیکن ویارئال یه گل به خودی خیلی مسخره به خودشون زد و با همون تک گل تاتنهام تونست بازی رو ببره. برد خفیفی بود ولی به هر حال برد بود دیگه، یعنی برای قدم اول تو چمپیونز لیگ خوب. خب بریم سراغ بازی رئال مارسی. پنالتی ا فاور del Real Madrid. بازی اول یکی از مدعیای همیشگی قهرمانی رئال مادرید جلوی مارسی. مارسی هم خیلی تیم خوبی بود، بازیکنای خوبی داشتش مثل بنجامین پاوارد، اوبامیانگ و بازیکنای دیگه‌ای داشتن که خیلی تیم جذاب و خوبی نشون داد و حقیقت من سورپرایز شدم. دقیقه 22 تیموتی و برای مارسی گل اول رو میزنه و رئال قبلش خیلی خوب بهش حمله میکرد، موقعیت میساخت ولی خب از موقعیت رو استفاده نمیکرد و سریعا کیلیان امباپه روی پنالتی که واسه رئال مادرید گرفته میشه دقیقه 29 بازی مساوی میشه و خب بازی توی نیمه اول با همین نتیجه تموم میشه. نیمه دوم
دو تا تعویض رئال مادرید انجام میده. وینیسیوس میاد تو دقیقه 63، براهام دیاز و وینیسیوس میان توی زمین. یه خورده روند بازی به نفع رئال مادرید عوض میشه. حمله های خوبی داشتش مارسی از اون طرف، ضد حمله خوبی میزد، ولی خب بازی همینطوری کشمکش داشت و اینه که دقیقه 72 با یه کار بسیار عجیب از کارواخال کاپیتان رئال مادرید یه کله‌ای میزنه تو صورت بازیکن مارسی و اخراج میشه از بازی. دقیقه 70. دقیقه 81 پنالتی که بسیار بسیار عجیب بود. Penalti a favor del Real Madrid. Penalti a favor del Real Madrid. تو به دست بازیکن خورد ولی خب توی حالت تکلی بود و راجبش زیاد صحبت نمی‌کنم. این اتفاق واسه رئال مادرید فقط میفته به نظر من همیشه و تو این جور بازی‌ها، یعنی اگه اتفاق دیگه‌ای واسه تیم دیگه‌ای بود فکر نکنم پنالتی می‌گرفتش. خیلی سر و صدا کرد این اتفاق و خب امباپه پنالتی هم که میزنه بازم دروازه‌بانم خوب عمل میکنه روی ضربه پنالتی، ولی خب 2-1 رئال مادرید توی بازی که با 2 گل پنالتی میبره و توقع از رئال مادرید بیشتر بود. مارسی هم واقعا تیم خوبی بود. بعدی مربوط میشه به پاریس سن ژرمن، مدعی عنوان قهرمانی که پارسال قهرمان شد و نایب قهرمان جام جهانی باشگاه هم که شد، از همین چلسی هم باخت و بازی اولش روبروی آتالانتا بود. آتالانتایی که توی سری آی ایتالیا 4-4 به همه تیم‌ها میزنه و تیم آماده‌ای نشون داده، ولی از بد روزگار این بازی به پست لوئیز انریکه خورد و 4 گل ازشون خورد، به این ترتیب که گل اولشون رو مارکینیوش زد. دفاع آخر پاریس سن ژرمن میاد گل اول تیمو میزنه. ببین چه تیمی ساخته این آقای انریکه. گل دومش رو آقای کوارتسخلیا که خیلی گل قشنگی زد، واقعا اصلا از یه موقعیتی که اصلا موقعیت گل محسوب نمیشد یه گل خیلی خفن در آورد. کوارتسخلیا که خیلی اصلا میگفتن تو این بازی نمیرسه و بازی نمیکنه، ولی خب سورپرایز انریکه لاشی بود و آوردش و گل دوم به زیبایی 8 تمام‌تر هم زد. تو نیمه اول آقای بارکولا یه پنالتی رو از دست داد، یعنی میتونست تو همون نیمه اول بازی 3-0 بشه ولی 2-0 تموم شد. نیمه دوم روی پاس گل همین آقای بارکولا که خیلی هم قشنگ بود، نونو مندز گل سوم پاریس رو زد و چند تا تعویض داشت خب پاریس طبعا تا آخر بازی و گونزالو راموس جوون رو به بازی آورد که گونزالو راموس تونست گل 4م هم برای تیم پاریس بزنه و قدم اول بسیار بسیار محکم برداره تیم آقای انریکه و نشون بده که امسال هم جزو مدعیای اصلی قهرمانیه، چون آتالانتا هم واقعا کم تیمی نیست، ولی خب عملا حرفی برای گفتن نداشت. تازه پنالتی هم از دست دادن و پیروزی خیلی خوبی براشون محسوب خب میریم سراغ بازی اول بایر مونیخ با چلسی که خیلی حالت مدعی وارد این بازی شد با قهرمانی که توی جام باشگاه‌های جهان هم داشت به شدت روحی بالا، ولی خب همیشه تیمای لندنی و بایر مونیخ دیگه. 3-1 بایر چلسی رو برد، به حقم برد. به نظر من بازی جای 6-7 گل واسه بایرن راحت داشت. گل اول بایرن که دقیقه 20 زده شد از سمت راست زمین توپو ارسال میکنن که خب به اشتباه گل به خودی زده میشه مدافع چلسی و بازی 1-0 میره جلو. دقیقه 27 پنالتی واسه بایرن میگیرن و خب هری کین طبق معمول پشت ضربه پنالتی و توی دروازه. سری کول پالمر از اون طرف گل جبران میکنه دقیقه 29 یه گل خیلی قشنگ میزنه و خب به نظر من نقطه ضعف بایرن کماکان خط دفاعشه و اگه بتونه این مشکلش رو برطرف کنه به نظر من به راحتی میتونه یکی از مدعی اصلی و مدعی اصلی قهرمانی باشه، چون واقعا جلوش وحشتناکه. اینم در نظر بگیریم که بایرن هنوز مصدوم زیاد داره، جمال موسیالا نیست، دیویس نیست، اینا به تیم اضافه بشن به نظر من تیم وحشتناکی میشه. توی این بازی هم که استانیسیچ متاسفانه ربات نداد ولی از ناحیه ربات صلیبی مصدوم شد، فکر کنم 2-3 هفته‌ای نباشه و خب به لیست بلند بالای مصدومان بایرن اضافه شد. بازی جذابی بودش. گل سوم که بایرن میزنه و چند تا گل نمیزنه. هری کین گل سوم روی اشتباه در واقع میشه گفت دروازه‌بان و دفاع چلسی میزنه. خیلی موقعیت‌های زیادی داشتش بایرن، توپ به تیرک زد، خیلی موقعیت‌های خوبی داشتش که بازیکن‌های
که بازیکن‌ها توپا رو از دست دادن و دیگه بازی چیز خاصی نداشت. دقیقه 90 هم یه گل میزنه دوباره پالمر به بایرن که خب وی آر رد میکنه و بازی 3-1 میشه به نفع بایرن. خیلی مقتدرانه عین همیشه بازی اولشو با یه بازی خیلی جذاب و خوب شروع میکنه. بازی مهم بعدی بازی اینتر میلان و آژاکس که خب به نسبت چند سال پیش که خب دقیقاً حوالی سالهای 2017 2018 خب تیم خیلی خوبی رو ساخته بود و میومد یقه تیمای بزرگو میگرفت، خیلی مثل اون موقع قوی نیست. یعنی تو خود لیگ هلند هم خیلی مدعی محسوب نمیشه. اینتر بعد از باخت یه جورایی ناجورش شده یوونتوس که 4-3 بازی رو باخت، پا به این بازی گذاشته بود. تیمی که نایب قهرمان سری پیش شده بود و 2-0 تونست بازی رو ببره روی 2 تا توپ ارسالی چالهانوغلو و مارکوس تورام که واقعا خوب هد میزنه. یعنی قشنگ مربیشون میتونه روی هد زدن این بازیکن حساب بکنه. 2 تا گل کپی پیست هم عین هم زدن و 2-0 تونستن بازی رو ببرن. اینتر هم تونست قدم اول رو محکم برداره. بریم سراغ بازی نیوکاسل و بارسلونا. بازی اول بارسا توی سنت جیمز پارک توی زمین نیوکاسل، بازی که نیمه اولش چیز خاصی نداشت. توقع من از بارسلونا حقیقت بیشتر بودش. خیلی تیم یعنی خیلی منتظر بازی جذابتری از بازی شاگرده فلیک بودم، ولی خب اتفاق خاصی نداشت واقعا نیمه اول و تا دقیقه 58 بازی رشفورد یه هد بسیار زیبا تقریبا از روی نقطه پنالتی میزنه و گل اولو میزنه و دقیقه 67 هم گل بعدیشو دوباره خود رشفورد یه گل بسیار زیبا میزنه که نشون میده فلیک حتی رشفورد هم تونسته برگردونه. ببین چه مربیه این فلیک. ولی کلا بازی جذابی به نظر من نبودش. یعنی توقعی که من از بارسا داشتم بیشتر بود و دقیقه 90 بازی هم که یکی از گلای خورده رو نیوکاسل جبران میکنه و بازی 2-1 میشه. بازی خوبی بود در کل، ولی خب به جذابیت بازی‌های دیگه بارسلونا که اول هفته تونسته بود 6 داد به والنسیا بزنه، خب توقع رو برده بود بالا و چیز جذابی ازش ندیدیم تو این بازی حقیقت. بازی مهم بعدی طبق معمول لیورپول جلوی اتلتیکو مادرید. یعنی واقعا یکی از قشنگترین بازی‌های دور اول رقابت‌های چمپیونز لیگ همین بازی بود. لیورپول که خب خیلی راجعش صحبت کردیم، واقعا با دعانویس آقای صلاح بازی رو میبره توی لیگ برتر. تو برنامه قبلی هم گفتیم اکثر بازی‌هاشو دقایق آخر گل زده و کارو درآورده. دقیقاً عین همون کاری که تو لیگ برتر میکرد و توی چمپیونز لیگ هم تکرار کرد. دقیقه 4 رابرتسون یک توپ شانسی، یعنی صلاح یه شوت زد، توپ اومد خود پای رابرتسون رفت تو گل اتلتیکوی بدبخت همون دقیقه 2 و بازی 1-0 شد. چند دقیقه بعدش صلاح گل بعدی تیمشو زد، دقیقه 6 که گل بعدی هم نبود و 2-1 عقب افتاد. یه مقدار هوادارهای فوتبال، حالا چه طرفدار لیورپول چه طرفدار اتلتیکو، میگم متعجب شدن از این نتیجه، چون احتمال میدادن که یا حالا اتلتیکو بیاد یه کامبک عجیب غریبی بزنه یا اینکه لیورپول بیاد با یه نتیجه خیلی عجیب غریب بازی رو ببره. بعد از اون دقیقه 36 که پنالتی هم برای لیورپول گرفته شد که حالا وی آر ردش کرد، بازی با همون نتیجه 2-0 ادامه داشت تا آخرای نیمه اول که تا آخر دقیقه 48 یورنته گل اول اتلتیکو براشون زد. دو تیم 2-1 رفتن تو رختکن. نیمه دوم یه مقدار یه بازی کند شد، بازی از اون تاب و تاب افتاد تا اینکه دقیقه 81 دوباره یورنته گل مساوی رو برای اتلتیکو زد. بازی شد 2-2. ولی خب اونجایی که میدونید دیگه لیورپول دقیقه آخر میزنه هر جور شده. همین اتفاق هم دوباره براشون افتاد. دقیقه 92 آقای فندایک با پاس گل سوبوسلای گل برتریشون رو زد. کپی پیست بازی لیگ برتر. واقعا عجیبه، حالا جدا از شوخی و دعانویسی و اینا، مثل اینکه واقعا برنامه دارن بعد دقایق آخر، چون دیگه شانسی یه بازی 2 بازی 3 بازی و دقیقاً همون جوری بازی رو برد. آقای سیمئونه هم که بر نتابید و آخر بازی شر کرد و از بازی هم اخراج شد.
و بازی منچستر سیتی ناپولی، یه بازی بسیار زیبا، بسیار جذاب. بازگشت دی بروین به ورزشگاه اتحاد و روبروی تیم سابقش خیلی زود قرار گرفت و اولین بازی چمپیونز لیگ خورد به من سیتی. بازی جالبی بود، خیلی بازی سنگینی بود به نظر من برای منچستر سیتی. واقعا خلق موقعیت ضعیفی داشتن. کاپیتانشون دقیقه 21 اخراج میشه و از دقیقه 21 تیم کنته 10 نفره بازی میکنه جلوی منچستر سیتی. واقعا دروازه‌بانشون عالی بود و دقیقه 26 کنته یه حرکت خیلی عجیبی میزنه و یه تعویض میکنه، اولیویرا رو میاره تو جای دی بروین. من سورپرایز شدم. حالا نیمه اول که تقریبا هیچی نداشتش تا نیمه دوم بالاخره قفل دروازه ناپولی باز میشه با ضربه سر فوق‌العاده زیبای اریک هالند و پاس زیبا و جذاب فودن. یعنی توپو قشنگ کاش روی سرش و یکی از قشنگترین گل‌های چمپیونز لیگو تو این هفته به ثمر رسون و دیگه یه جورایی ناپولی دیگه چیزی واسه از دست دادن نداشت دیگه. و جرمی دوکو بازیکن مورد علاقه اشکان که جاش هم پیشم خالیه گل انفرادی بسیار زیبایی میزنه دیگه. دوتا تیم هم شروع کردن به مدیریت کردن بازی دیگه. چیز خاصی نداشتش حقیقت. بازی دیگه بعد از که دوتا خورده بود و توی اتحاد دیگه ناپولی هم که دیگه نمیتونست جبران کنه، 10 نفره بود که دی بروین رو بیرون کشیده بود و اینا، دیگه بازی تقریبا میشه گفت یه جورایی تموم شده. تیمایی که خیلی انتظار داشتیم انتظارات رو برآورده نکردن آنچنان خوب بودن، بردن همشون، ولی خب توقع بیشتری بود. ولی خب در کل بازی خیلی جذابی داشتیم. دمتونم گرم که ما رو حمایت میکنید. لایک، سابسکرایب بچه‌ها یادتون نره. اینکه دمتون گرم دیگه. فعلا